آقا جوکر رفقا تخم‌مرغ گذاشتم تقریبا تمومه. میخوام برم 40 دقیقه هوازی بزنم. خدا رو صد و شکر حاجی، روز بسیار شبا انقدر راحت میخوابم. 12 دیشب خوابیدم. 12 دیشب سرشونه نگاه کن، دست خط نگاه کن اینجا. 12 خوابیدم داداش، 5:30 بیدار شدم. سرحال در اتاق بستم. نمیتونم تخت رو تمیز کنم، دارم دیوونه میشم. تا برم بیام دوست من رفته. 40 دقیقه میخوام برم داداش کاردیو بزنم. بدن داره درست میشه، از کما داره در میاد بدن. اینم آماده است برای بعدش. آماده کردم گذاشتم اینجا. اینم تقریبا آماده است. اینم که بزنم برم تمرین. اینم داداش مال اوده، در جریان باشین، موقع احساساتی نشین. اینجا همه میدونین که وسیله های خونه من کجاست دیگه. رو نگاه کن، داره روز میشه. بیرون داره، شما ببینید خوشتون میاد. هوای باحالیه حاجی. ای پروردگار شکرت. فکر کن تو این آفیس ها سر کار باشی چه کیره خریه. اصلا راه صدمتی تو بطر کنی برو. قربونت متی. کلید اینجا باشه. بسم الله. آقای ماتم گرفته اومد. حالا غم گایده رو. حاجی یادم اومد من امروز پا دارم. دیروزم 40 دقیقه 30 دقیقه پله زدم. 40 دقیقه زدم 30 دقیقه یادم بهتره که یه 3 مایل تردمیل برم، 3 مایل راه برم رو شیب مثلا 6-7. اگه اون رو بزنم بعد میخوام پای سنگین اسکوات بزنم. نمیخوام خدای نکرده کوسولوفسکی بشه پاهم. حالا داداشی ولی این یارو که میاد بغل من میشینه انرژیشو خوشم نمیاد. خاکوسه خیلی بیحاله. اصلا نه سلامی نه علیکی. واقعا داده کیرم تو دهنت با همون. روی این حساب تردمیل بگم 3 مایل میشه 40 دقیقه. ارزش باید کرده داشت. 30 دقیقه 240 کالری 1.7 مایل. دارم یه موزیک گوش میدم، بعدش براتون میذارم. قدیمیه خیلی خفنه. میگه زندگی با تو بهتره، میخوام عاشقت بمونم. میذارم داری نگه آمریکایین بینه سر کار تو ماشین الان گوش کنین. اگه هم ایرانی که تو فرمی بذار گوش کن به یاد آیسی. چون گردنه داری که شیر مرد